اومدی پسرم، وایسا صبر کن، باهات حرف دارم. بگو مادر، بگو. بازم میخوای همون چیزا رو بگی، اما عیب نداره، بگو. از عقد خبر داری؟ کاسه صبرم دیگه لبریز شده، میرم دخترمو برمیدارم میام، با عمرم حرف بزن. حرف میزنم، همچین حرف میزنم که صدام تا اون ور مرز برسه. پسرم نمیگم دعوا کن، برو حرف بزن، یه راهی پیدا کن. به خدا جلوی مردم آبرومون رفته. اون تنش میخوره مادر. خلیل درست فکر کن، اگه بخوای رو بازی کنی بزنی زیر صلح، هیچ کی پشتت در نمیاد. فقط میخوام عقد انجام بشه. میخواد با زبون خوش، میخواد با دفع و مرافع باشه. اگه بهت نگفتم آدم باش دختره احمق، برای چی کار کردی؟ چرا این کار کردی احمق؟ برو اون بر حالیت میکنم دختره بیشور. بیا اینجا تو، گوش کن. دختر تو شیر فهم کن که باید چی کار کنی. باید روز و شب برای من کار کنی، وگرنه میکشمت. قاتل مادرت میشی دختر جون. میفهمی که چی میگم؟ امشا تلفن بده به من. لعنت به شما. نترس مادر جون، نترس، خودم نجاتت میدم. نترس. لیلا جون خیلی مراقب خودت باش مادر. عمت که سرش خلوت بشه فوری برمیگرده. نگران نباش مامان جون، خوبم، خیالت راحت. به عمم سلام برسون. انشالله که به گوش کسی نرسیده. به خدا دارم دیوونه میشم مادر. زنش پا شد اومد اینجا. والا آقا خلیل همه کارامونو کرده. اگه اونا بفهمن چی میشه آبرومون میره. مامان خلیل میدونه، مجبور شدم بگم. حالا دیدی؟ خدای خودت به دخترم کمک. مامان جون رسیدی خبرم کن. حواست به کارات باشه مادر جون. بیا بریم. خیلی خوب، خداحافظ. دیار. بله. بیا اینجا ببینم دختر. این دوست پسرت کیه؟ چی کاره است؟ تحقیق کنیم. تو اسم و آدرسش رو به من بگو. ببین خوشگلم، من پشت تو هم. نمیشه به هر کسی اعتماد کرد، بعدن برامون دردسر میشه. زن داداش ببینم چرا یه دفعه اینقدر بدبین شدی؟ یعنی برای چی دختر؟ برای تو دیگه. خدا به دور اینقدر آدمای عوضی هستن که نگو. زنده داشت، ببین من ساده ام. ها؟ اینجا رو نگاه کن، حلقه گرفتم. اگه دوست داری میتونم آشناتون کنم. نه بابا، نمیخواد آشنا کنی. خوب نیست اینقدر پر روش کنی. فکر نکنه تو آسون به دست میای. حلقه هم ننداز. اگه یکی ببینه میخوای چی بگی؟ به کسی چه؟ میگم خوشم اومد خریدمش. اصلا نگران نباش زن داداش، جای نگرانی نیست، نترس. خیلی خوب دیرم شد، من میرم، خداحافظ.
صبح بخیر عزیز. صبح بخیر. خیره، چرا درو باز نمی کنی؟ نمیتونم بازش کنم خانم دکتر، اینجا تعطیله. یعنی چی تعطیله؟ همین دیگه، بسته است. چی میگی عزیز؟ اینجا خانه بهداشته، نمیتونن ببندنش. ساختمون ایراد داره، از شهرداری هم برگه گرفتن، قرار از نو بسازنش. باشه، دیروز کیفمو اینجا جا گذاشتم. میخوام برم برش دارم عزیز، باز کن. اومدم بپرسم چیزی لازم نداری؟ نه ندارم. تو از داداشم عصبانی هستی، میدونم. دجله چرا حرفالیت نمیشه؟ از من دور باش. اما من دجله خانم آقا، قریشا خانم اومده. خوش اومدی قریشا، بفرما. خیلی ممنون، اما حرفام خیلی خوش نیستن. خیر قریشا، دوباره چی شده؟ نمیدونی؟ حرفتو بزن، زهرتو بریز ببینم چی شده. پسرت خلیل سر قسمش وای نایستاده، هنوز داره دشمنی میکنه. میگن قدیر و خلیل کشیده میدون مین. دیروزم عمر تیر خورد. خلیل من این کارو نمیکنه. پسر من مثل پسرای تو نیست. نه رو قسمش پا میذاره نه رو قبیلش. مثل عمرم همه کاراش نصف نیمه ول نمیشه. عقد چی شد؟ قریشا اونو بگو، مگه ما با هم حرف نزده بودیم ها؟ نیومدم به تو حساب پس بدم، اومدم بهت اخطار بدم. به پسرت بگو مواظب رفتارش باشه وگرنه. در اونجاست قریشا، برو بیرون، برو. فیدان، من اینجا به عنوان دشمن نیومدم. ما و شما الان یه خانواده ایم، ولی میبینم هنوز ما رو به چشم دشمن خودت میبینی. ولی معلومه دست کمی از پسرت نداری. قریشا اگه من دشمنت بودم الان سر قبر پسرت بودی، نه تو خونه من. اون وقت میفهمیدی داغ فرزند یعنی چی. تو برو فقط خدا بیامرز سلیمان خانو دعا کن. فیدان، جای تو بودم به خاطر اینکه یه پسر داشتم بیشتر حواسم رو جمع میکردم، یه کاری میکردم اشتباه نکنه. حرف آخرم اینه. میری هر کاری از دستت برمیاد میکنی تا صادق حرف بزنه. لازم بود باهاش بخواب، به من ربطی نداره. دختر دیوونه شدی؟ استغفرالله. ای بابا، تو که خودت دلت قنج میره. بین ناز کور که نیستم. این دوتا با هم فرق دارن. باشه، از زیر زبونش میکشم. من حتما باید بفهمم عمر کیو دوست داره. اومدیم و فهمیدی. میخوای چی کار کنی؟ ها؟ یعنی چی که میخوای چی کار کنی؟ اسید میپاشم تو چشاش، دونه دونه موهاشو با دستای خودم میکنم. تو فقط بفهم کیه. من خیلی باش کار دارم. خیلی خوب باشه، هر کاری از دستم بر بیاد میکنم. باید بیشتر از کاری که میتونی بکنی. بین ناز، حسابی اوضاعمون خرابه.
میدونی دوست پسر دیار کیه؟ امین علیه. چی؟ آره امین علیه؟ میگه میخوام با دختره عروسی کنم بیام تو این عمارت. بی شرف. کارمون تمومه بیناز، تمومه. اگه من بسوزم تو هم با من میسوزی، میفهمی؟ الان اونی که وسط میدون مینه من و توییم. هر جا پا میذاریم نزدیک منفجر بشه. من باید هر کاری میتونم بکنم که عمر به هم وابسته بشه. فهمیدی؟ خانم دکتر بچم سرفه میکنه، یه نگاه بهش میکنید؟ آخه سرما خوردی، بشونش اونجا. اجازه هست خان. بیا کت خدا، بفرما بشین. چی کار کردین؟ مجوز آماده است؟ میتونیم خونه بهداشت بزنیم؟ خان فقط کافیه لب تر کنی بگی کت خدا شروع کن، همه چی آماده است. خوبه، پس شروع کن کت خدا. زودتر شروع کنین که زودترم تموم شه. بله مادر، بگو. خلیل، قریشه آمده بود اینجا، نیش کنایشو زد و رفت. خجالتم نمیکشه، تهدید میکنه. ببینم تو قدی رو کشوندی میدون مینهان؟ عمرم تیر خورده. پسرم دست این طایفه آتو نده دیگه، خصومت و دشمنی بسه. بسه دیگه، هرچی از ذهنم در بیاد میرم به پسرا اون ننشون میگم. باش قطع کن مادر، بسه. خلیل رستم، داریم میریم امارت بزبیلرا. بیا مادر، بیا، خوش اومدی. 4 5 6. دختر تو حالت خوبه؟ خوبم مادر، چی شده؟ از اونی که میترسیدم سرم اومد. یه نصف عقل داشتی اونم پرید. یه دروغ گفتی خودت بیشتر باورت شده. دختر تو مثل خدیجه دیوونه داری واسه بچه نداشتت لباس میبافی؟ شاید دروغ نباشه. درسته هنوز که نمیدونی. من میدونم. من تا زن حامله رو ببینم میفهمم. صورت زن حامله نورانی میشه. تو که نه نور داری نه قیافه. ببین تا دروغت در نیومده کارو تموم کن. میگفتی حلش میکنم، میگم دجله انداختتش. مادر یکم دیگه سر بده اونم. قدیر رو ببینی مثل موم شده. قریشا که هیچی، ماه شده مامان. نه بابا. آره رو سرشون میذارن منو. تو میگه نیستی، اما بگو که انشالله حامله ای. انشالله. اینا همش به خاطر بچه است. بابا همش میگه میخوام به قریش زنگ بزنم بگم مراقب زیلان باشه. دختر نکنه واقعا حرف اون بابای بیورزت ارزش داشته باشه. ای بابا مادر کجای کاری؟ من که میگم عشق نوه خیلی قریشا رو نرم کرده مامان. آخ کاش من میتونستم حامله بشم، کاش. خان، بیا جلیل بیا. خان انگار رد دختره رو گرفتیم. خب کجاست؟ من خودم تحقیق کردم. یکم قاطی پاتیه. چند وقت پیش رئیس گلبهار از آدانا اومده. اسمش حسن خطره. دنبال اینا میگشته. آدم درست حسابی هم نیست. بعدش گلبهار غیبش زده.
نه سر کار میره نه تلفنشو جواب میده. میگن حتما ورش داشته برده. میگن طلبش هم نگرفته، خودش میرفت اینطوری نمیکرد. کجا میری خان؟ منم بیام. پسرم چرا بلند شدی؟ میخوای خودتو بکشی؟ کجا میری؟ کار دارم مادر. پسرم اگه کارت این دختر دکتر است جان مادرت نرو. دختره رو ول کن. عمدن این کارو میکنه، میخواد دیوونت کنه. تو رو ول کرده رفته چسبیده به خلیل. بس دیگه مادر. عمر درو باز کن، بیا بیرون. عمر باز کن درو، باز کن، دستتو بکش. آشتی و قسم تا همینجا بود. اومدم خواهرمو ببرم. این حرفا چیه خلیل؟ باید از اون بپرسی چیه. من خواهرمو ندادم به شما که سر شکستش کنی. اگه عقدش نمی کنین ما هم دخترمونو پس میگیریم. من بهتر از همه میدونم درد اصلی تو چیه. اما حواست باشه تو اون درد خفه میشی. فقط گفتم که بدونی. حالا هر کاری که میخوای بکن. را بیفتش له. بدو. بدو دجله. داری اشتباه میکنی خلیل. اگه من اشتباه میکنم شما درستش کنین. عقد کنین دختر رو بگیرین. را بیفت. بلا سرتون اومد. گفتین کار منه. اما از این به بعد نشونتون میدم. دوروبر اون خانم دکتر نمیپلکی، نزدیکشم نمیشی. حد خودتو بدون. هر کاری دلم بخواد میکنم. حتی که لازم باشه تاوانشم پس میدم. عمر، خلیل، اینا چیزایی نیست که وسط حیات خونه من دربارش حرف بزنین. میدی باید خیلی تاوان بدی. وای مادر باورم نمیشه. این دختره. باشه دختر. آی بیا مامان، این دختر دجله واقعا داره میره. وای خدایا شکر، دعاها مستجاب شد. آره دختر به خدا رفت. ایشالله بره دیگه بر نگرده. ایشالله مادر جون، ایشالله. بیا. آره اون خانم دکتره کیه؟ چه میدونم کیه، اما هر کی از خدا خیرش بده. حالا که این دوتا به خاطر یه دختر به جونه هم افتادن، خلیلم به جای اینکه قدیر رو اذیت کنه با عمر سر و کله میزنه. میدونی من چی فهمیدم؟ دختره هر کی که هست نه تو نه من نصفشم نمیشیم. هر کی که هست هر دوتا خانو داره به ساز خودش خوب میرقصونه. اینطوری که گفتی دلم خواست بدونم دختره کیه. بیا بریم ببینمش، شاید یه چیزایی ازش یاد گرفتیم. مادر گریه نکن دختر. مادر
رفتم آبجیمو برداشتم آوردم. حالا بشینن فکراشونو بکنن. یا میان مثل آدم عقدش میکنن یا میدونم چی کارشون کنن. خلیل پسرم چی کار کردی؟ همه اینا به خاطر اون دختری بی‌بت است. حالا باید چی کار کنیم؟ عمر، سر عقل بیا پسرم. باید عقدش کنی. میرم با آقت حرف میزنم. شب برو دجله رو بیار، خطبه عقدو بخونه. تو دخالت نکن مادر. چطور دخالت نکنم پسرم؟ دختره رو برداشت و برد. همش به خاطر اون دختر است. حتما خلیل شنیده میخواین عقد کنین. اونم دیوونه شده. تو از کجا میدونی مادر؟ جواب بده مادر، از کجا میدونی؟ حالا از هر کجا که فهمیدم. الان وقت این حرف هاست. کار خدا بود. اگه عقد میکردین چی؟ کار تو بود مگه نه؟ تو رفتی با لیلا حرف زدی. برای همینم داره ازم فرار میکنه. آخه چطور میتونی مادر؟ چطور میتونی؟ داد نزن پسرم، یکی میشنوه آبرومون میره. حرف زدم که زدم. گفتم برو برامون دردسر درست نکن. اونم خیلی دوست داشته که رفته ور دل خلیل. عمر بگو ببینم کجایی؟ خانم دکتر کجاست؟ تو روستاست خان. خانه بهداشتو بستن. خانم دکترم ورداشته میزشو گذاشته جلوی در. اگه یکم بیشتر بمونه یخ میزنه. گفتم خبر بدم عصبانی نشی. یعنی چی مردک؟ چیزه خان. یعنی چی؟ چیزه خانم دکتر. باشه بابا، دارم خودم میام اونجا، تکلیفتو روشن میکنم. اینم که چقدر لجبازه. میگن بسته است، برو بشین خونت دیگه. نترس دخترم. چند تا آشنا پیدا کردم، بهشون خبر دادم، میان پیدامون میکنن. نگران نباش. مامان اگه از اینجا نرم خودمو میکشم. میریم بیرون، اما باید عاقل باشی. با حسن لجبازی نکن. ببین منو، باید یه طوری رفتار کنیم که انگار قبول کردیم، بازی میکنیم باهاش. اون وقت سخت نمیگیره. به حرفم گوش کن، هرچی گفت میگیم باشه. میبینم که مادر و دختر خوب با هم کنار اومدیم. ببین حسن، من با جیلان صحبت کردم، شیر فهمش کردم، هرچی بگی گوش میکنه. آره دیگه، عاقل باشه گوش میکنه. نمیخواد که مادرش بمیره، نه دختر؟ آفرین. شب با هم بیایم پایین، باید برین سر یکی دوتا از میزا بشینید. کم کم باید عادت کنه. آفرین به شما. دیدی؟ اول باید از اتاق بریم بیرون. به من اعتماد کن.
خیر باشه خانم دکتر. چیز مهمی نیست. یه مشکلی تو ساختمون هست، مثل اینکه چند روزی باید اینطوری سر کنی. خیر باشه. شما اینجا چی کار میکنین؟ کار دل دیگه. شما که اینجا سردتون شد، خبرش به همون رسید، منم گفتم بیام یه سری بزنم ببینم لیلا خانم خوبه، چی کار میکنه. خوبم، بد نیستم. زحمت کشیدین، ممنون. خانم دکتر، از من بپرسین میگم اینجا دیگه سخت باز میشه. بی خودی خودتو معطل نکن. من دارم تو روستامون یه خونه بهداشت میزنم. واقعا؟ بله. اگه مایل باشین شما رو ببریم اونجا. هم جاش مطمئنه، هم به زودی شروع میکنم. نگران نباشین. متوجهم، اما روندش اینطوری نیست. ما رو دولت میفرسته اینجا. آها. به هر حال بهتون تبریک میگم. کار قشنگیه. من میدونم چی کار کنم خانم دکتر، شما نگران نباشین. خب دیگه یخ زدین، بیان میرسونمتون. نه خوبه، همینجا یه چند ساعتی هستم. یعنی میگی من لج کردم میخوام اینجا بمونم و یخ بزنم؟ باشه، من یه راهی پیدا میکنم. نه خواهش میکنم دخالت نکنین. خودم از پسش برمیام. با رئیس بیمارستان و مسئول ناحیه حرف زدم. تا چند روز دیگه اینجا باز میشه. باشه، خسته نباشین، مواظب خودتون باشین. خیلی ممنون، روز بخیر. ببین منو، به آدمامون بگو چادر بزنن، بخاری اینا بیارن که خانم دکتر یه وقت سردش نشه. شبم خبرم کن، من منتظرم. چشم خواهم. Beni eller gibi görmesen benimsin, ben seninim. Beni eller gibi görmesen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Gel seni benden ayırma, gel seni benden ayırma. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. Sen benimsin, ben seninim. گریه نکن دخترم. به خدا داداشت بهترین کار کرد. باید عقدت میکردن. حالا میبینن. آره، یا میبرنت عقدت میکنن همه چی تموم میشه، یا اینکه میشینن سزاشو میبینن. مادر، من و عمر زن شوهریم. اگه حامله باشم چی؟ سزاشو بدن من چی میشم؟ حرف خوب بزن. حتی اگه باشیم که گناهی نداری. داداشت بهتر میدونه چی کار کنه. ما که تو رو سرشکسته نمی کنیم. تو وایسا، حالا صبر کن و نگاه کن.
ناراحت نباش دختر. خدا داداشم و خیر بده. معلوم بود نمیخوان عقدم کنن، اما الان قریشا از داداشم حسابی ترسیده. هر جور شده عمر رو راضی میکنه که عقد کنیم. انشالله. تا اون موقع ما باید از شر امینعلی خلاص شیم. خیلی فکر کردم، میدونم باید چی کار کنیم. میفرستیمش بره جهنم. بشین تماشا کن. چیز دیگه این لازم نداری خانم دکتر؟ نه ممنون، دستتون درد نکنه. خواهش میکنم. بخور خانم آقا، دارو تو بخور دورت بگردم. خودتو ناراحت نکن، میترسم به قلبت فشار بیاد مامان. مامان چی شده؟ حالت خوبه؟ داداشش دجله رو ورداشت برد زن داداش رو. یعنی چی برد؟ یعنی ورداشت برد دیگه، همین. مامان زن داداش دجله دیگه نمیاد؟ ها؟ داداشم چی؟ طلاق میگیرن؟ حرف خوب بزن دخترم. وایسا، اینجوری دوره ور منو نگیرین. بلند شین، برین از اینجا، برین. امینه جانم خانم، جلیلو خبر کن زود بیاد. بیا آبجی امینه، ما بریم آشپزخونه. معلوم نیست چی میخوایم بپزیم تو این بلبش رو. بیا دیگه، بیا آبجی امینه، قدیر الان میاد. بودو. اوی خدایا چی کار میکنم. از من چشم بر ندار، همش به من نگاه کن. باشه دختر قشنگم، به من اعتماد کن. میریم از اینجا، یکم صبر کن. من هر کاری کردم تو هم بکن. خودتو نگه دار. از کنارم تکون نخور. باشه فقط یه طوری رفتار کن نفهمه گریه کردی مامان جان. بخند عزیزم، میدونم خیلی سخته. اگه بهمون اعتماد نکنه، بفهمه قبول نکردیم، نمیتونیم از اینجا بریم. فهمیدی عزیزم؟ الو تورام دیگه، دارم میام. چیز خان اومنی جان. چی؟ دیگه کار تمومه. لیلا، لیلا، تو با چه روی بلند میشی میای اینجا؟ برای اینکه دوستت دارم. اما من ازت متنفرم. ازم دور باش، حتی تو این کوچه پاتو نذار.
نمیخوام ببینمت، نه صدا تو بشنوم. از زندگیم گم شو، برو بیرون، برو. لیلا، یه شانس دیگه بهم بده. فکر نمی کنی با این کارایی که داری انجام میدی عذابمو بیشتر میکنی؟ تو منو داغون کردی عمر، حالا میخوای اون دختره و خانواده‌ش رو داغون کنی؟ این حسن خطر که میگن کیه؟ اونجا نشسته. داداش میز میخوای یا اتاق؟ دست از سرم بردار، برو عمر. تا نبرمت نمیرم. مگه بهت نگفتم دور بر خانم دکتر نپلک وگرنه میکشمت. از جلوی دست و پا برو کنار. من کلن میکشمت کنار، نگران نباش. لیلا بیا بریم. بهش دست نزن عوضی. دیگه بریم.